سلام از کردی. حالا احوالتون خوبه؟ میگم که این روزها بنده موشکاف هی خدمت میرسم و ضرباتی که از یمین و یسار نثار فک و فوک ولایت میشه رو خدمتتون گزارش میکنم. اما امشب نوبت خود عظمای کتک خورده است که بیاد و از زبون نوچه هاش درد اصلیشو لو بده. شربت مداری بنال. در حالی که سازمان مجاهدین تا چند سال پیش در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا بوده، جمعی از اعضای پارلمان اروپا با مریم رجوی ملاقات کرده و مدعی شدند بالاترین اولویت را به حقوق بشر می‌دهند. بله دیگه، وقتی توپ وارد سجاف دروازه ولایت میشه همین میشه که ملاحظه میکنی. ولی فقیه گردن شکسته نعلین نامبارک رو میذاره روی خط قرمزاشو، خودش آدرس درد اصلیشو میده. آقای دکتر کوشکی، آقای دکتر زیادی به بحث حقوق بشر و معیارهای دوگانه اشاره کردن. ما شاهد بودیم اخیراً مریم رجوی سرکرده منافقین در پارلمان اروپا حاضر میشه، با روی گشاده ازش استقبال میشه. تا چشمت کورشه. منظورش از دکتر کوشکی و دکتر ایزدی دو تا گوریل مخلص یعنی بیمخه که ضربه بارده به سیدعلی بد جوری کشیده به اعصابشون. آب روغن قاطی کردن و بیا و تماشا کن. این دفعه اول نیست وارد اتحادیه اروپا و کمیسیون زیر مجموعش میشه. خیلی راحت اعضاش که دونه دونه سوابق تروریستیشون هم برای ملت عراق هم برای ملت ایران ثبت هست و ابهام نکردن، منتشر کردن اینها رو. یعنی تک تک اعضای اصلی سازمان مجاهدین خلق که تو اتحادیه اروپا رفت آمد میکنن، سونا سمسامی، جعفرزاده و اینا افتخار میکنن که چه تعداد فعالیت تروریستی داشتن و رسما منتشر کردن. اینا بعد از اون دورانی که گفتن شما فعالیت تروریستی داشتید و اموالشون بلوکه شد و اینها، دوباره دارن فعالیت میکنن و مرتب رفت آمد دارن به کمیسیون زیر مجموعه اتحادیه اروپا با نمایندگان پارلمان اروپا اتحادیه اروپا دیدار دارن و حالا این بارم این آخرین موردش هم اینجا بود. آقا یه دکتر کردانی مردانی کسی بیاد واسه این یارو دکتر کشتی کلاس جغرافی بذاره. یارو آمریکا و اروپا رو قاطی کرده. البته تقصیر خودش نیست، چون دشمنای نظام هر جا باشن فک ولی فقی و از ضربات هوک خودشون بی نصیب نمیذارن. احمد شهید آستین ها را بالا میزند، ولی تهیه 4 گزارش طی سالهای 1390 تا کنون نشان از عزمی خارج از توانایی های او در تحلیل و انعکاس مطالب موجود در گزارش ها دارد، چرا که پایه اغلب موارد موجود در این گزارش ها نامه های شخصی و بی سند و مدرک و ادعاهای منافقین، سلطنت طلب هاست. آقا ما نفهمیدیم این گروهکی که اصلا چیزی ازش باقی نمونده چرا تبدیل شده به سوژه یک برنامه‌های تیویش؟ راستی این چه گروهکیه که هیچی ازش نمونده، اما پارلمان اروپا و کنگره آمریکا و حتی جناب احمد شهید رو هم عضوگیری کرده؟ آدم وقتی صحبت‌های گزارشگر میخونه تعجب میکنه این گزارشگر سازمان ملل یا یک کارمند وزارت خارجه آمریکاست یا اصلا عضو یک گروهک تروریستی مثل منافقین. ادبیاتش با هم فرق نداره. به چه کلان سوزشی افتادی تو سیدعلی؟ چی شد؟ شنیدم نمایشگاه‌های حقوق بشر و خانواده‌های ترور و کتاب‌های بنجلت همه رو دستت باد کرده ها؟ و یا در مورد دیگر احمد شهید ترور 17,000 شهروند ایرانی از ابتدای انقلاب تا کنون را توسط گروهک منافقین صرفاً یک ادعا فرض کرده و دلیلی بر صحت آن نیافته است و در عوض تحت پیگرد قرار داشتن اعضای این گروهک را یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر در ایران می‌داند. بنازم به هموطنای با صفا و جوانای با مرام ایرانی که با کنوانسیون ها و برنامه هاشون تابلویی گذاشتن جلوی چشمای بابا قولی عظما که توش مرگ خودشو میبینه
و آه و نالش از استبل ولایت تا جمعه بازار یک سره با آسمونه. بچه‌ها دم همگی گرم. موشکار